بیای بهتون یاد بدم این سینه جذاب خودتون توی خونه درست کنید. اول خمیر یوفکاتون رو اینجوری ورقه‌های مستطیلی باریک برش میدین، داخلش سوسیس‌های انگشتی رو میذارین و رول میکنید. داخل ایر فرایر میچینید یا داخل روغن سرخشون میکنید. اگر خواستین داخل روغن سرخ کنین یه خلال دندون بزنین که باز نشه. یکم توی ایر فرایر هر ردید یه 10 دقیقه ذره تخم مرغ رو روش میزنیم، دوباره میذاریم داخل دستگاه. برای فینگر فود دوممون هم به گره آماده رو قالب میزنیم. میتونید خودتون هم با گوشت شکر و پیاز رنده شده همبرگر کوچولو درست کنین، اینجوری خیلی راحت تره. چون ایر فرایر پر بود من دیگه اینو توی تابه سرخ کردم بدون روغن، ولی اگر توی ایر فرایر هم بخواید میتونید بذارید. نون توست رو با قالب دایره دایره اندازه میزنیم. سس مایونز، برگر، دوباره سس، مخلفاتی که میخواین داخل برگرتون باشه. کاهو هم اگر داشته باشین بذارین خیلی خوشگل میشه. من بعدا کاهو رو بهش اضافه کردم. برای فینگر فود بعدیمون خمیر یوفکای مستطیلی رو باز میکنیم، به ترتیب ژامبون رو میذارین، بعد روش پنیر رو میچینیم و بعد شروع کنیم به رول کردنش. یه کوچولو شل رول کنید که لقمه هاتون توپلی و بزرگتر باشه، خیلی کوچولو نشه. سر و ته نون اونم که چون خالیه برش میزنیم، روش روغن اسپری میکنیم و داخل ایر فرایر میذاریم. اگر بخواید توی روغن هم میتونید سرخش کنین، ولی یه خلال دندون کوچولو بزنین که باز نشه. روی درجه 160 مثلا حدوداً 1 ربع میتونید بذارید. من روی سیب زمینی سرخ گذاشتم. بعد که درش آوردین این مدلی برشش میزنیم. اینم از نتیجه کار که عالی شد.